5 تا حرکت باستانی ممنوعه وجود داره که اگر اونا رو یاد بگیری و استفاده کنی در کمتر از 2 دقیقه به یک ابر انسان تبدیل میشی. بهت یاد میدم ولی قول بده که ازش سوء استفاده نکنی. ببین رفیق، انسان یک موجود الکترومغناطیسیه. زمانی که یک سری انگشت‌های خاص با همدیگه در ارتباط باشن، یک جریان و یک سیگنال به مغز ارسال میشه و مغز یک جریان الکترومغناطیسی در تمام بدن ایجاد میکنه که بر وضعیت فیزیک و ذهن تو تأثیر میذاره. بهش میگن مودرا. قرار 5 تا مودرای قدرتمند رو بهت یاد بدم. اوتارا بودی مودرا بهت قدرت، آگاهی و برتری میده. کوبرا مودرا ثروت و فراوانی رو به فکر تزریق میکنه. آنجالی مودرا بهت آرامش و تعادل 10 برابری میده. گیان مودرا بهت تمرکز و خلاقیت 10 برابری میده. هاکینی مودرا بهت قدرت، قاطعیت و برتری میده. از این مودراها در جای درست استفاده کن. سیو کن که مودراها رو داشته باشی و برای دوستانت هم بفرست.